با از این خواننده عزیز به یادگارمون که از رسانه‌های تصویری و شنیداری پخش میشه، تقدیم شده به ساحت مقدس نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خود من هر وقت این آهنگ رو میشنوم از کارهای زیبای زنده یاد فرهاد عمیقاً تحت تأثیر قرار میگیرم که چقدر این کار مضمون بالا داره و چقدر خوب اجرا شده. والا پیام دار محمد گفتی که یک دیار هرگز به ظلم و جور نمیماند بر پا و استوار. والا پیام دار محمد آنگاه تمثیلوار کشیدی عبای وحدت بر سر پاکان روزگار. والا پیام دار محمد. خیلی متشکرم، سپاسگزارم. یک راز رو همین اول کار قبل از این که برنامه‌مو شروع کنم با شما در میون میذارم. تو رو خدا آقایون راز نگهدار باشید. این که میگم آقایون به خاطر این که اتفاقاً خانم‌ها بسیار راز نگهدارتر از آقایونن. بله، این که شما میبینید خانم‌ها یک راز رو به هم دیگه میگن، در واقع این عزیزان میخوان در حفظ اسرار با هم شریک باشن، نه که بگی میخوان لو بدن. یک کار زیبا و حماسی میخوام براتون بخونم از زنده یاد استاد محمد نوری و روحش شاد، خدایش رحمت کند این هنرمند ارزشمند کشورمون رو. این آهنگ تقدیم شده به میهن عزیزمون ایران اسلامی بزرگ. دستی در حد و اندازه های این نام بزرگ و مقدس ایران عزیز بزنید این کار تقدیم شده. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کردیم، چه سفرها کردیم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کردیم، چه خطرها کردیم. لا 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 لا. ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود رنج دوران برده ای، رنج دوران برده ای. ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود خون دلها خورده ای، خون دلها